علیخان خدایارزاده معاون سابق رئیس نویه واسه به 6 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. در این باره روز 12 فوریه سال 2024 دادستان نویه واسه عبدالحی بیگمزاده در نشست خبری حکومت این نویه خبر داد. دادستان نویه درباره پرونده ضد منصبدار در گذشته بلندپایه تفصیلات زیادی نداد و تنها گفت که پرونده بعد انجام تفتیش پیشکی و تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه سپرده شد و دادگاه خدایارزاده علیخان قربان را به 6.5 سال زندان محکوم کرد. بیگمزاده درباره بر اساس کدام ماده یا ماده های کودکس جنایتی تاجیکستان جمع بست شدن پرونده معاون سابق رئیس نویه واسه یگان معلومات نداد، ولی ماه فوریه سال 2023 در پی بازداشت او در دادستانی نویه واسه گفته بودند که نسبت به خدایارزاده با اتهام برآمدن از حد وکالت منصبی ماده 316 کودکس جنایی پرونده گشودند. علیخان خدایارزاده که حالا 58 سال دارد از سال 2017 تا زمان بازداشتش در ماه فوریه سال 2023 معاون رئیس نویه واسه بود و در این مقام امور ساختمان و همچنین ریاست کمیسیای تقسیمات قطعه زمین را در دست داشت. ابرهای سیاه بالای سر علیخان خدایارزاده وقتی جمع شدند که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 1 سال پیش در ملاقات با رهبران و فعالان ولایت ختلان که در نویه دنغره دایر شده بود با اظهار نگرانی از فروش روی راست و بی‌پرده قطعه زمین در جنوب جمهوری گفت خبرها درباره به چه کارها دست زدن معاون رئیس نویه واسه تا به دست او آمده رسیدند. امامعلی رحمان آن وقت نام خدایارزاده را نگرفت، ولی سپارش داد که نسبت به معاون رئیس نویه واسه و دیگر منصبدارانی که آشکارا زمین فروشی کرده ایستادند پرونده بگشایند. تقسیمات قطعه زمین در تاجیکستان که صورت افزایش اهالیش در بین کشورهای شوروی سابق از همه بالاست، یکی از عرصه‌های از همه فساد زده و به اعتراف خود مقامات مسئله رقم 1 به شمار می رود. هر سال دهها منصبدار خرد و میانه تاجیک با اتهام دست داشتن در جنایت‌های کروپسیونی دستگیر می شوند و اکثر این جنایت‌های کروپسیونی مربوط به تقسیم غیر قانونی قطعه زمین است.